سلام، من حمیدرضام. منم بهرام. خوش اومدیم به دومین قسمت از چنل اینسپکت. تو این اپیزود مثل اپیزود قبلی قراره با هم دیگه پست مورتم یکی از شرکت‌ها رو بررسی کنیم. این بار رفتیم سراغ اسپاتیفای که فکر کنم همتون میشناسیدش. تو سال 2013 یه اینسیدنتی میخورن که باعث میشه که کور اصلی سیستمشون که پخش موزیک بوده با اختلال مواجه بشه و این یه فاجعه خیلی بزرگیه توی اون سال توی اسپاتیفای رقم میزنه و اینسیدنتشون از اون اینسیدنت هایی هستش که احتمالا هممون فکر کنم یه بار توی پروداکشنمون پیش اومده. قرار مشخصا راجع به رزیلینسی صحبت بکنیم و اینسیدنتشون و پست مورتمشون هم کلا راجع به همین بحث رزیلینسی هستش که فکر کنم خیلی بحث جذابی هم بشه. بریم با هم دیگه شروع کنیم بررسی کردنش، ببینیم که حالا اول کار راجع به معماریشون یه خورده صحبت کنیم که این بخشی که حالا باعث این اختلال شده چجوری طراحی شده بوده، چه سرویسایی رو در نظر گرفته بودن و کدوماشون حالا توی این اینسیدنت افکت شده بودن. آره حتما. و قبل از اینکه بگم حالا چی بود و اینا، با اینکه مقاله خیلی قدیمیه ولی هنوز چیزایی وجود داره، خرابکاری بوده، چیزایی درسایی هست که من تو کلی سیستم بزرگ دارم نگاه میکنم هنوزم خیلی چیزاش رعایت نمیشه آره دقیقا. و به نظرم جذابه که یه ذره بهشون بپردازیم ببینیم چیکارا میتونیم درمونشون انجام بدیم. ولی حالا در مورد اسپاتیفای اتفاقی که میفته، آره یه خرابکاری بزرگ تو سیستمش به وجود میاد و کلا همون پخش آهنگ لاگین یا هر چیزی که وجود داره واسه یه حجم خوبی از کاربرشون که فکر کنم بخش عمدهش مربوط به اروپا بودن جواب نمیده و خرابکاری هم اینجوری شروع میشه که میگن اولین اتفاقی که میفته یه حادثه به وجود میاد 2-3 هفته قبل از حادثه اصلیشون که اونم مربوط به یه سرویسی بوده به اسم پاپکان. شما توی اسپاتیفای احتمالاً میبینید که یه سری پلیلیست وجود داره و میتونید روی اینا سابسکرایب بکنید که حالا بعدا اگه دوست داشتید دوباره مراجعه بکنید و چیزایی که توش هست رو گوش بدید. و این سرویس پاپ کانت این لیست رو نگه داشته، میگفته که این پلی لیست این آدما روش سابسکرایب کردن و کلا. و خب حالا که میدونید که یه سری کلاینت ها وجود داره، حالا رو موبایل، رو نمیدونم ویندوز یا هر جایی که میتونید از اسپاتیفای استفاده بکنید، خب این کلاینت ها رو داشتن و حادثه اول اینجوری شروع میشه که میگن که یه لود عظیمی روی این سرویس پاپ کانت میاد که این لود یا این تروپوته باعث میشه که لیتنسی هم بره بالا، یعنی اصلا دیگه نمیتونسته اون بار تحمل بکنه و داشته به کلاینتی که داشته خب خطا میداده دیگه، یعنی این خطایی به وجود میومده و از اون ورم یه مشکلی اینا توی کدای سمت حالا دسکتاپشون داشتن که یه مکانیزمی پیاده کرده بودن تحت اون حالا ریترای، یعنی که شما مثلا به این پاپ کانت ریکوست میزدی گفتی لیست حالا پلی لیست ها رو به من بده با تعداد سابسکرایبی که داره و به خاطر اینکه لیتنسی رفته بود بالا این دوباره ریترای میکرد، یعنی تایم اوت میگرفته دوباره ریترای میکرده. ریترای خیلی چیز خوبی بوده و جزء پترنایی است که خیلی هم میگن خب باید استفاده بکنیم بالا واسه بحث این که اون فیل سیف رو ما رعایت بکنیم. ولی اتفاق بعدی که میفته ریترای بدون پشتوانه و هیچ بکافی واسش وجود نداشت. این بکافی که ما منظور اینه که کی به کی باید ریترای بشه و با چه تعدادی با چه زمانی و این خب تو اون کد قدیمی که الان ما اشاره میکنه تو خود مقاله این پیاده سازی نشده و یه باگ داشته و این باعث میشه که خب لیتنسی سمت پاپ کانت بالا بره، دیر جواب بده، کلاینت خطای تایم اوت بگیره و دوباره ریترای بکنه و همینجوری ادامه داشته و این باعث میشه که یه لود مضاف، یه تروپوت اضافه سمت این سرویس بیاد و کلا این سرویس رو از دستش میدن و این اولین گام بود واسه خرابی که وجود میاد. درسته. پس چیزی که گفتی خب همون چیزی هم که گفتی سمت کلاینت دسکتاپشون هم بوده. اینا خب کلاینت های مختلفی داشتن، سمت حالا موبایلشون بوده، دسکتاپشون بوده، ولی مشخصا این موضوع سمت فقط یکی از کلاینتاشون که سمت دسکتاپشون هم بوده این قضیه بوده. و این نکته هم که اشاره کردی کاملا درسته که این ریترایه خیلی گزینه خوبیه، جزء پترن رزیلینسیمون هستش، ولی تا وقتی که این اکسپوننشیال بکافه
درست پیاده سازی نشده باشه، عملا ریترایی که شما شروع کنی همینجوری پشت هم صرفا درخواستی که خطا گرفتی و ریترای کنی، عملا بیفایده است دیگه، چون خیلی یعنی 99% مواقع بازم دوباره خطا میگیری، هیچ دلیلی نداره که بعدش ساکسس بگیری، مگر اینکه یه چیز نتورکی بوده باشه این وسط که حالا یه لحظه خطا داشته دفعه بعد ساکسس بده. پس این نکته خیلی مهم بود که این بکافر رو باید احتمالاً میرفتن سمتش و حالا چه اکشنی انجام دادن، رفتن سراغ این که کاری انجام بدن واسه این بخش توی این اینسیدنت اولشون. چیزی که تو مقاله داره بهش اشاره میکنه اینه که واسه فیکسش اینا کلا کلاینت رو فعلا ایگنور میکنن و میگن که خب احتمالاً حدس میزنن بخاطر اینکه خب باید نسخه میرفت یا هر چیز دیگه کلا بی خیال میشن سمت کلاینت بخوام فیکسش بکنن و میگن که سمت بک اند اینو هندل میکنیم. یه چیزی به وجود داره اسمش فیل فست، یعنی مثلا ما خب یه جایی داره یه API داستان داره دیر جواب میده، به جای اینکه مثلا وایس 5 ثانیه بعد جواب بدیم که خرابه، همون تو 2 ثانیه اول قطعش بکنیم. اینا هم اینو پیاده کرده بودن، یعنی API اگه دیدن 2 ثانیه داره بیشتر طول میکشه، این 2 ثانیه عدد که حالا تو مقالم نگفته طول میکشه، خب سریع به جای اینکه بیان یه خطایی بدن یا طول بدن کلاینت ها رو، یه لیست خالی برمیگردونن. این لیست خالی باعث میشد خب کلاینت ها دیگه اون خطای تایم اوتی که ما گفتیم و دیگه نگیره، در نتیجه خب تایم اوت هم نگیره، دیگه ریترای به وجود نمیاد و اون اینسیدنت حل میشه، یعنی چون خب لیست خالی داره برمیگرده و حل میشه. ولی چیزی که اشاره میکنن خب یه پست مورتمی بعدم واسش برگزار میکنن که ببینن خب علتش چی بوده و اینا، و اینا اینجوری بودن که خب یه سری تست در میارن، ما میگیم که پشت در پست مورتم باید یه سری اکشن پلن در بیاریم که دیگه این اتفاق نیفته و اینا خب بکلاگی درست میکنن از این، و یکی از کارها این بوده که برن این ریترای رو کد قدیمی هم فیکس بکنن که اون بکاپ رو داشته باشه. ولی خب نمیدونم چه اتفاقی میفته سمت اینا که این تسک باگه یا هر چیزی که هست اولویت پایینی میگیره و فیکس نمیشه و خیلی هم خوشبین بودن که این فیل فستی که حالا تو بک اندشون پیاده کردن جواب کارو میده و با همین امید پیش میرن که میرسیم به اون حادثه بزرگی که حالا در ادامه در مورد صحبت میکنیم. درسته. و من فکر کنم یه کار دیگه هم که میتونستم بکنم، یعنی اگه اکشن پلنای این تیکه رو فقط بخوایم با هم دیگه مروری بکنیم، اینه که سمت کلاینتشون هم میتونستم برن سراغ این که بخوان وارد بحثایی مثل تایم اوت گذاشتن یا کش کردن حتی اون سابسکرایبری که گرفتن که دوباره ریکوست رو نخوام بزنن یا حتی سیرکت گذاشتن، اینا هم میتونسته جزء اکشن پلناشون باشه. آره دقیقاً این کارا میتونستن انجام بدن. حالا تو اکشن پلنشون نمیدونم تو اون پست مورتم چه تسکایی در میاد. آره. ولی خب حالا نمیدونم بر اساس تسک بیزینسی بوده، نمیدونم تسکای فنی دیگه ای بوده که خلاصه این چیزایی که سمت کلاینت خیلی اولویت نمیگیره و ایگنور میشه و خیلی با هم امید فیل فاست دیگه ادامه میدن. دقیقاً. حالا همونجا هم که اشاره کردی، این کلا نکته مهمیه که این اکشن پلن ها رو بتونیم همیشه یه اولویت بدیم، وگرنه اون پست مورتم رسما پست مورتم بیفایده. اینو حالا تو خود این پست مورتمشون هم بهشون اشاره میکنه. حالا در آخر هم برمیگردیم به این بخش و بحث کلا اولویت بندی اینجور تسکا. ولی بریم جلوتر، این اینسیدنت که حالا میشه یه پری اینسیدنت، یه اینسیدنت بزرگتری بوده. بریم به اون شب و اتفاقاتش و مثل اینکه توی یه شب دیگه یه لودی میاد و باز بررسی های تیم اسایشون اینا میرسه به اینکه به همین سرویس پاپ کانت دوباره میرسن. آره. اونجا جریان چی بوده؟ دقیقا همین اتفاق میفته و اینا میبینن که سرویس پاپ کانت دوباره تو روپوتش رفته بالا، لیتنسی بالا و اینا و خب گفتن یه فیل فست ما قبلا پیاده کردیم میتونن جواب میدادیه، ولی نه جواب نداد. اینم میونه کلمات بگم که گفته بودن این فیل فصله اصلا کلا جزء مکانیزمای کل سرویسشون هم بوده، یعنی همه جا سعی کردن که این قضیه رو به خوبی بتونن پیادهش بکنن توی کل سیستم. مثلا میگن که کلید کلا بحث مقیاس پذیریشون هم هستش. آره و کانسپت مهمیه، درست استفاده میشه، ولی خب ما جای دیگه هم ساید افکتای دیگه هم داشتیم که خودش حالا توی این اینسیدنت نشون میده و داستان این بود که اینا یه فیچر جدید اضافه کرده بودن به اسم دیسکاوری، یعنی که ما توی اسپاتیفای پیج دارن که یه سری پلیلیست نشون میده، سری آهنگا و خب تو اون پیج داشتن مثلا نشون میدن این پلیلیست اینقدر سابسکرایب داره،
این دیتا رو کی داشت؟ ما گفتیم سرویس پاپکانت مسئول این کار بود. پس دیسکاوری کال میزده به سرویس پاپکانت که این لیست رو بگیره و اینا اومدن این فیچر رو ریلیز کردن واسه یوزرهای اروپاشون که خب این باعث میشه که یه لود اضافه بیاد و این لود اضافه رو نمیدونم چه اتفاقی میفته که خب پیش بینیش نکرده بودن که حالا احتمالاً تیم بندی خاصی دارن که این سرویس پاپکانت دست یه تیم، اون دیسکاوری تیم دیگه، در نتیجه خب این هماهنگی صورت نمیگیره و این پاپکانت دچار یه لود بالایی میشه و لود بالا باعث میشه که خب نتونه جواب بده، لیتنسی بره بالا و لیتنسی بیشتر از اون حدی بوده که ما تو فیل فست قبلی فیکسش کرده بودیم و اون باگ سمت کلاینت همچنان برقرار بوده. فیل فست دیگه جواب نمیده، ریترای سمت کلاینت که گفتیم باگ داشته وارد عمل میشه و اونم شروع میکنه همینجوری ریکوست زدن و میبینیم که پاپ کانت با یه لود عظیمی از سمت ریترای و سمت سرویس دیسکاوری که جدیدن اضافه شده مواجه میشه و این باعث میشه که کلا دیگه سیستمشون دچار اختلال بشه و کلا هیچ کدوم از یوز کیس های نیازمندی که داشتن کار نکنه و خب کاربرمون خرابی رو ببینه. درسته. حالا اینجا جدای از خیلی از اکشنایی که میشه انجام بدن که حالا باش کاری نداریم جلوتر بهش میپردازیم، معمولا خودمون وقتی که حالا تروپوتی بالا میره یا احساس میکنیم که تعداد یوزرامون مثلا رشد کردن یا هر چیزی شبیه به این، تهش اینجوریم که اسکیل میکنیم دیگه، میگیم که اوکی این سرویس نمیکشه الان، پس بیایم مثلا 2 تا پاد 3 تا پاد بهش اضافه بکنیم برای اینکه این لوده رو بتونه تقسیم بکنه. چرا نرفتن سراغ همچین چیزی؟ حداقل تو پست مورتمشون خیلی اشاره به این قضیه هم نکردن که اصلا رفتن سراغ اینکه اسکیل کنن یا نکنن. آیا اسکیل میکردن مثلا لزوما میتونست مسئله باز حل شه اینجا هم؟ آره خیلی چیزی در مورد صحبت نمیکنه ولی خب اسکیل کردن تا یه جایی شما میتونید اسکیل بکنید، تا یه جایی ریسورس دارید به این بدید اوکی، اصلا خود پادا هم اوکی باشه، از اون ور شما یه تعداد کانکشنی تو اون دیتابیسی که داری حالا تو هر زیرساختی یکی دارید باید باز بکنید، آیا اون ترد پارتیاتون میتونه جواب بده اسکیل بکنید یا نه. خلاصه که اینم خیلی چیز اشاره نمیکنه ولی اونم داستان خاص خودش رو داره و تا یه جایی میتونید اسکیل بکنید و این مشکلاتی که ما میگیم خیلی فراتر از این بود که مثلا با اسکیل بخواد چیز بکنه و حتی اگه اسکیل هم که حل میشده یه ذره دیگه لود اضافه میشده بازم به این داستانا میخوردن چون تروپوت عظیمی بوده و دائم اون ریترای داره کار خراب میکنه، دیسکاوری که بوده اون باز داره لود اضافه میکنه و بنظرم باید ریشه حل میشده که خب در ادامه هم میگن چیکار کردن واسش دیگه. درسته. و حالا چیزی هم که می‌نویسن این شب خیلی براشون شب فاجعه باری هم بوده، اینجوری شده که نه تنها فقط روی این سرویس پاپ کانتش اینا افکت شده و بحث حالا استریم کردن و موزیکه، بلکه حتی یوزرها نمیتونستن حتی لاگین هم بکنن، یعنی کل فلوها رو تحت تاثیر قرار داده. چرا اصلا این اتفاق افتاده بوده و بعدش اصلا چیکار کردن برای رفع این قضیه و این اینسیدنته؟ آره منطقیه، یعنی ما انتظار داشتیم که اگه سرویس پاپ کانت یا دیسکاوری میترکه حداقل این پیج لود نشه، این ورم این لیست پلی لیستا نیاد بالا، ولی خب انتظار داشتیم که لاگین من بتونم بکنم، نمیدونم دقیقاً آهنگ بتونم پلی ما بکنم. ماکرو سرویس میکنیم که همینو ساپورت بکنیم آره. دیگه، که یه بخش سیستم فکر میشه بقیه‌اش به هم نریزه. آره این خرابی به صورت حالا آبشاری میگن کاسکید نشه رو بقیه سرویس ها، ولی نه اتفاق نمیفته و دلیلش هم این بوده که حالا بخوام قبلش بگم در مورد معماریشون، کلا وقتی حالا ماکرو سرویس دیسپلی سیستم یا هر مدل دیگه که ما بیم شروع کنیم توضیح کردن سرویس ها، ما یه نقطه ورود به این شبکه‌مون یا این سرورهای بک اندیمون داریم که کلاینت ها به اون ریکوست میزنن و اینجا حالا تو مقاله بهش با اسم اکسس پوینت داره بهش اشاره میکنه که حالا اون گیتوی ما هم میتونه باشه که کلاینت ها به گیتوی ریکوست میزدن و از سمت گیتوی به سرویس های بک اندی ریکوست ها میومده و اتفاق بعدی که میفته اینه که ما گفتیم که فیچر دیسکاوری وقتی لانچ شده لود عظیم رو پاپ کانت انداخته. پاپ کانت باعث خرابی توی کلاینت میشه، یعنی باعث میشه ریترای بکنه. خب این ریترای ریکوست ها به کجا میخوره؟ میخوره به گیتوی و از گیتوی به پاپ کانت. خب پس یه لود مضاعفی داره به سمت گیتوی میاد و گیتوی هم جاییه که گفتیم که هر چی ریکوست قرار به بک اند بیاد از اونجاست، حالا چه میخواد پلی لیست باشه، نمیدونم میخواد لاگین باشه یا هر چیز، و این گیتوی جواب نمیده و باعث میشه کلا دچار اختلال بشن و
عملا هیچی کار نکنه و این چیزی بود که اتفاق میفته و حالا میتونیم در مورد گیتوی هم بیشتر صحبت کنیم. درست، آره. و کلا توی وقتی که کلا ما لودمون میره بالا با این مواجه میشیم دیگه، تریدر اپلیکیشنمون پر میشه، حالا از یه جا به بعدم که سرویس ها شروع میکنن افتادن و 503 دادن و از این قضیه ها، و این هم خب چالشی بوده که اونا هم باش دست و پنجه نرم کردن. حالا چه اکشنی انجام دادن ادامه این قضیه برای اینکه این قضیه رو فیکس کنن حداقل اون شب؟ آره معمولا وقتی همچین اتفاقاتی میفته ولی اکشن این که اگه فیچر جدیدی بالا رفته حداقل ریورت بشه و اینا. و خب نمیدونم فیچر دیسکاوری احتمالاً نمیتونستن خیلی کلا غیر فعالش بکنن، نمیدونم فیچر فلگی وجود داشته یا نه، ولی تیم حالا استاری و اون زیر ساختشون تصمیم میگیرن که بیان این دیپندنسی جدید که اضافه شده رو قطع بکنن. یعنی چی؟ گفتیم که سرویس دیسکاوری داشته کار میزده به پاپکان، با یه فیکس ساده اینو ارتباط قطع میکنند که دیگه ریکوستی به پاپکانت نرسه این موضوع. ولی همچنان خرابی وجود داشته. دلیلش هم این بوده که ما گفتیم که ریکوست داشته میومده سمت گیتوی. سمت گیتوی خب یه سری کیو وجود داره. مثلا اگه شما الان هر وب سروری که دارید مثلا تامکن هم دارید استفاده میکنید، تا یه حدی ریکوست ها میتونه به صورت پروسس بکنه. یه حد مثلا تا 200 تاش مثلا کیو میکنه، بقیه هم که مثلا دراپ میکنه. و تو این گیتوی هم این اتفاق افتاده بود. اومده بود یه سری از این ریکوست هایی که مربوط به ریترای بود، ما گفتیم ریترای هنوز داشته تلاش میکرده و اینا، اونا میرسن تو کیو و با اینکه دیسکاوری هنوز ارتباطش قطع شده بود، ولی اون کیو باعث میشد که بازم ریکوست سمت پاپ کانت بیاد و لیتنسی همچنان بالا باشه. لیتنسی هم که بالا باشه دوباره ریترای داره همجوری پشت هم میزنه، پس این کیو ای پر رو خالی میشه و اینا تصمیم میگیرن که یه جوری این کیو باید خالی میکردن دیگه و مجبور میشن که بیان ترافیک ورودی قطع بکنن که یه فایروالی اون جلوی شبکهشون بوده که ارتباط کلاینت ها و این گیتوی ها رو میبندن تا این کیو خالی بشه. و یه جای دیگه اصلا اینجا اوضاع وخیم بوده که مثلا مجبور شدن بعضی از این سرورهای اکسس پوینت یا گیتوی هاشون هم ریست بدن یا هارد ریستی بدن که بتون کیو رو برگردونن. و این مدلی هم چیز بوده دیگه، یعنی این با این کارا باعث شده که اون کیو خالی بشه، دیسکاوری هم که قطع شده و اون سرویس پاپ کانت به حالت نرمال خودش برگرده و اینجوری دیگه اون ریترای هم اتفاق نمیافتاد و اینجوری برگشتن. درسته. ولی همچنان این سوال پاورجا میمونه که چرا باز لاگینه رو جواب نمیدادن. یه خورده بریم سراغ اکشن پلن هایی که میشده انجام بدن برای اینکه حداقل این بخش سیستم اگه افکت شده لاگین من افکت نشه، یا مثلا بخش دیگه مثلا یکی داره مثلا اکانتی پرچیس میکنه تو سیستم من اون افکت نشه. حداقل بریم یه دور این قضیه رو از اول قضیه از اون اینسیدنت اول بررسی کنیم که اگر اون تاسک ها اولویت میگرفت چه اکشن پلنای دونه دونه میشد انجام بدیم، چه توی اون اینسیدنت اول چه توی این سرویس دیسکاوریشون. ببین چیکار میتونستیم توی این بحث ریزیلینسی بکنیم کلا. آره و چیزی که هست، آره اون ریترای اگه حل میشد، یعنی واقعا سمت کلاینت میرفتن حلش میکردن، احتمالا ما اینجا این لود عظیمو نداشتیم. یعنی اوکی دیسکاوری اومده لود انداخته ولی خرابی پاپ کانت باعث نمیشه دوره یه ریترای اتفاق میفته. اگه اونو حل میکردن، حالا با هر شیوهی که بوده بکاپ میذاشتن یا هر مدل دیگه ای، تا یه حد خوبی ما این خرابی نداشتیم شاید. و گام بعدی حالا جدا از کلاینت ها خب ثبت سرویس پاپ کانت دیگه، مثلا گفتیم که اینا فیل فاست هم پیاده کردن، خب پترن خوبی تا حد خوبی هم جواب داده ولی باز لودی بوده دیگه. مثلا ما میتونستیم بگیم که اوکی اگه یه ریت لیمیت پیاده میکردن که تا یه جایی لود جواب میداده و اینا، و این مدلی بوده. یا سطح اون سرویس دیسکاوری ما کلا میگیم که کلا با هر ترد پارتی که شما این کار میکنید، حالا میتونن پاپ کانت باشه یا هر سرویس دیگه، یه سری پترن که باید رعایت میکردیم. مثلا اگه سرویس دیسکاوری داره میبینه که مثلا پاپ کانت داره خطا میده، اگه یه سرکتی چیزی برگر وجود داشت و باز میکرد اونو و دیگه بهش ریکوست نمیزد، احتمالاً ترافیک پاپ کانت خیلی کمتر میشد. یا نمیدونم اگه یه سری فال بکی وجود داشت، ما گفتیم که سرویس دیسکاوری خاص پلیلیست رو بگیره، اگه آیا نیاز بود اینقدر ریل تایم هی دیتا بگیره، میتونست کش بکنه. حالا خود مقاله میگه که ما میتونستیم مثلا بیایم بعدم یه لایک کش اضافه بکنیم که اگه من پلیلیست رو گرفتم دیگه دوباره ریکوست نذارم، با یه تی تی الی حالا مثلا با اینتروال مثلا یک ساعت یک روز هر چیزی که هست ریکوست بزنم. و
حالا یه جا اینجا هم تصمیم بیزینسیه، ولی میتونستم یه سری فالبک هم داشته باشن که احتمالاً با تیم پروداکتشون یا هر چیزی هماهنگ میکردن. ولی مثلا آیا موقع مهمه که یه بازی همیشه عدد درست برگردونیم؟ مثلا میشد اگه اون سیس پاپ کانت جواب نمیده خب بگیم صفر دیگه اصلا حالا، ولی اون پیج دیسکاوری داشته لود میشده دیگه. و اینجا مهم بود که این فالبک ها رو هندل میکردیم، اون کشه رو داشته باشیم، اون سرکت بریکر رو داشته باشیم و احتمالاً اینجا هم اکشن پلن خوبی میشد. درسته. و اینجا حالا اون ریترایه که کاملا مشخصه که اونجا یه بک آفی میتونستن یه دیلی بندازن که این قضیه احتمالاً اتفاق نیفته. ولی چند تا مورد دیگه که بهش اشاره کردی که خیلی هم مهم بود سر همون بحث سرویس دیسکاوری که حالا کالی که داریم میزنیم به پاپکانت، معمولا همیشه میگن که باید برای ارتباط بین این سرویس ها توی ماکرو سرویس ما اگه سرویس بیمون مثلا اینجا فرض بگیریم که همون سرویس پاپکانت یه اختلالی توش به وجود میاد، کندی به وجود میاد به هر دلیلی که اصلا مهم نیستش، سرویس دیگر رو افکت نکنه. معمولا اینجا میریم سراغ پترنایی که مثلا یه فالبکی بذاریم، یه سیرکتی بذاریم در صورت کندی، یه سیرکتی باز بشه اینجا که دیگه درخواستا رو نفرسته سمت اون سرویس ثانویه‌مون و حالا فالبک. و این فالبک هم تو سناریوی اینها خب اینجوری بوده که خیلی دیتا کریتیکالی نبوده، یعنی بحث مثلا مالی نداشتن که بگیم که خیلی مهمه که دیتا ریل و دقیق داشته باشن، میتونستن یه چیزی رو حالا همینجوری برگردونن و تا وقتی که حالا سرویسشون سرپا شد دوباره دیتای ولیدتری رو برگردونن. و این هم خیلی هم میتونستن روش مانور بدن که ندادن. و یه چیز دیگه هم که اشاره کردی بحث ریت لیمیت بودش، عملا داشتن خودشون دیداس اتک میزدن رو خودشون با این اتفاق ریترایه. آره و قشنگ آره یه سلف دیداسی ما داشتیم که خودشون خراب میکردن، یعنی هر ریکوست میومده و اتفاقی میافتاد و نمیدونم تو اون لایه جلوی شبکهشون که نمیدونم ریت لیمیتی داشتن یا نداشتن، یا آیا با عددات درستی تیون شده بود یا نه. آره این که اصلا شاید آی پی خودشون هم مثلا در نظر نگرفته بودن آره. که بخوان چیز کنن، اینم یه بحث. آره و اون ریت لیمیت احتمالاً میتونست کمکشون بکنه خب تا یه جایی ریکوست رو هندل بکنه و بقیه‌اش رو میتونستن دراپ بکنن، ولی خب اینم نبوده. و حالا بعد جدا از این چیزا، این چیزی که خیلی بولد میشه اینه که وقتی پلیلیست خراب میشه چرا باید لاگین خراب بشه. یه ذره اینجاش بد بود بنظرم و که اونم دلیلش حالا خودشون گفتن تو مقاله دیگه که اون اکسس پوینت داشته دو تا کار انجام میداده. ما گفتیم اکسس پوینت یا اون گیتوی جایی که شما میتونید کار اضافه انجام بدید، یعنی گیتوی ورودی شبکه شماست دیگه، سرویس بک اندی میتونید آتا هندل بکنید، نمیدونم اگه لاگ قراره بزنید اونجا انجام بدین، بحث تریسینگ اگه قراره اونجا هندلش بکنید، یعنی ریت لیمیت حتی یه بخشش آره میتونید اونجا هندل بشه قشنگ و واقعا جاش بود. و یه چیزی که اتفاق میفته گفتیم گیتوی لاگ داشته، اینا اومده بودن گفتم که اگه خرابی داره به وجود میاد لاگ بزنیم که بعداً بتونیم سریع بفهمیم مشکل کجاست و سریع دیباگش بکنیم. ولی پاپ کانت وقتی خراب میشه یه حد خوبی داره ارور اکسپشن تو رو میکنه و اینا رو سرویس گیتوی میگیره و لاگ میکنه سمت یه سرویس، مثلا یا تو فایل یا تو الاستیک اوپن سورس هر جایی میتونه باشه و این باعث میشه که یه بخش خوبی از آیو این سرویس گیتوی درگیر همین لاگ نوشتنه بشه. اینجا بازم یه خرابکاری به وجود میاره و از اونورم که ما میبینیم که لود خود سرویس ها هم هست دیگه، این کلاینت ها هست که احتمالا اینجا نمیدونم باید یه کاری انجام میشد که این تروپوت بین یعنی آیوی بین چیزی که مربوط به لاگه و خود ریکوست یه جوری جدا میشد. این داستان بالکدی که حالا ما صحبت میکنیم تو پترن وجود داره، شاید اینجا میتونست کمک کنه که مثلا چیکار میکنه این، میتونی یه خورده توضیح بدی اصلا بالکد خودش ماهیتش چیکار میکنه، چی رو جلوگیری میکنه؟ آره حتما. این اصطلاح از اونجایی میاد که حالا مثلا تو کشتی‌ها، حالا کشتی قدیمی نمیدونم جدید چه جوریه، ولی مثلا میومدن طبقات پایین کشتی رو طبقه بندی میکردن که اگه آب وارد قسمتی میشد این به بقیه جاها سرایت نکنه و باعث غرق شدن نشه. این بالکد هم توی مهندسی نرم افزار هم اینجوریه که مثلا شما میتونید بیاید بگید که مثلا یه ترید پول من میدم به بحث لاگام و یه ترید پول میدم به بحث ریکوستام. حالا اگه این هر کدوم از گیر بکنند و اینا باعث نمیشه که مثلا روی کی تاثیر بذاره و احتمالاً اینجا میتونست کمکشون بکنه و که این یکیش بود. و حالا موضوع دیگه هم که بود این بود که ما گفتیم اوکی ریت لیمیت رو میتونستن بذارن
ولی یه گام بهترش اگه میتونستم بکنن این بود که اصلا بیان از یه چیز مثل لود شدینگ استفاده بکنن که مثلا ما بیایم بگیم که لاگین توی سیستم ما خیلی مهمه، یعنی کریتیکالمونه، این باید همیشه جواب بدیم و مثلا چیزی مثل پلیلیست و اینا خیلی شاید موقعی که وقتی ما مثلا توی باریم و ریسورس کمی خیلی مهم نباشه و میتونیم دراپ بکنیم. حالا یه ذرم بگم این لود شدینگ چیه. ما دو تا اپروچ داریم، لود اضافه میشه و دیگه ریسورس اونقدی نداریم، یا باید به همه بگیم که خرابیم، یعنی 100% فولی دانیم و نمیتونیم جواب بدیم، یا اینکه بیایم بگیم که نه من میتونم به 70% ریکوست ها خیلی خوب جواب بدم و 30% دیگه رو دراپ بکنم. لود شدینگ در مورد قسمت دومه که بتونه مثلا تا یه حد خوبی جواب بده و بقیه رو دراپ بکنه. که الان مثلا اینجا میتونستم بیان مثلا بگن که من لاگین یا پلی کردن میوزیک رو هندل میکنم، ولی حالا دیسکاوری مهم نیست دیگه، لود نشه دیگه، مثلا یا با لیست خالی لود بشه. که احتمالاً لود شدینگ هم بعد از انجام دادن همه اون کاری که ما قبل صحبت کردیم اگه در آخر انجام میدادن احتمالاً اینجا کمک میکرده. درسته. و این لود شدینگه حالا همونجوری هم که اشاره کردی برای اینه که یه لود بیش از اندازه‌ای که میاد از یه جایی به بعد کلا بریزه دور اون لود رو، که این رو نده پایین و سرویس های پایینی رو افکت نکنه کلا. و یکی از حالتاش خب معمولا حالت کیوب هیستوریه، معمولا میگن که آقا یه ظرفیتی میذاری، مثلا شما میگی 100 تا درخواست، این شد 101 دیگه میریزه دور. یه حالت ایدئال ترش همین چیزی که دقیقا اشاره کردی، این که ما بیایم اولویت بندی داشته باشیم. مثلا چون تو یه سرویس ای کامرس مثلا مهمترین چیز اینه که شما بتونی همیشه کرییت اوردر بکنی. حالا یه محصولی اگر نمیتونی در اون لحظه کرییت بکنی خب خیلی از اهمیت نیستش دیگه، میتونی اون لحظه بیخیالشی واسه اینکه فقط کور بیزینس تو که داره درآمد رو برای تو ساپورت میکنه رو مطمئن باشی که اون حداقل داره کار میکنه. چیزای ساپورتینگی که کنار قضیه هستش حالا فیل شده بعد یه تایمی اونا هم دوباره سر پا میشه. و یه حالت دیگه هم اینه که بحث ریترایاست. این سیستمی هم که الان خیلی هم ریترای داشت و از سمت کلاینت همین ریترای اتفاق میافتاد، میتونست که اصلا ریکوست های ریترایش رو بریزه دور. یعنی لودشدینگ تو این بخشش هم میتونست کمک بکنه. آره دقیقاً همون که اشاره کردی. آره ما سر لود شدینگ میتونیم پترن های مختلف یا الگوریتم های مختلفی در نظر بگیریم. اوبر هم اتفاقا فکر یه لایبرری داره در همین مورد که الگوریتم های متفاوت داره. مثلا بیاد بگه بر اساس مثلا نمیدونم بر اساس ریسورسی که دارم مموری اینقدر شد دیگه اصلا دراپ کنم، نمیدونم، یا بیام به ریکوست ها لیبل بزنم بگم که این خیلی مهمه این الان مهم نیست یا اینجوری. یا مثلا همین چیزی که تو میگی، مثلا بیام که یه سری ریکوست اصلا من مربوط به ریترای مثلا اینو دراپ میکنم. و آره پترن متفاوت واسش وجود داره و احتمالاً لود شدینگ اینجا میتونست وارد عمل بشه و این کارا رو هندل بکنه. درسته. و ولی من دیگه نکته‌ای که کلا اینجا دارم اینه که این لود شدینگه اگر بگیم که خب مسئله رو میتونستن با لود شدینگ حل بکنن، خود شاید اوور انجینیر باشه کلا. یعنی این اشتباهی که این برداشت میشه، خیلی اکشن های ساده تری میشه توی سیستم انجام بشه که همچین اتفاقایی نیفته. مثلا تو سناریو اینا شاید ریترای سمت کلاینت حل میشه، سیرکت بریکر درست، تایم اوت تیمو شده، همه اینها اگه با یه کانفیگای تیمو شده ای میذاشتن احتمالاً اصلا نیازمندی نمیرفت به این سمت که اصلا بخوان لود شدینگ بزنن. ولی بخوایم صحبت کنیم لود شدینگ پس کجا میتونه به کار بیاد؟ اگر توی این سناریو میگیم که هیچی اوکی اینجا به کارمون نمیاد، و تو چه سناریو دقیقاً ملموس تر میشه که ما اینجا دیگه باید بگیم که نقطه‌ایه که ما میتونیم بریم سراغ لود شدینگ؟ آره بزن خیلی درسته، یعنی اون گامایی که گفتیم انجام میدادن، یعنی اگه از روز اول همون میرفتن کلاینت رو ریترایش رو درست میکردن تا به اینجا نمیرسید که بیام یه فیچر حالا گنده‌ای هم تقریبا مثل لود شدینگ رو پیاده بکنیم. و حالا ما فرض می‌کنیم که همین کار رو انجام دادید، نمیدونم رفتین ریترای درست کردیم، اون پترنای هندل کردیم، نمیدونم تایماتون درست کردیم و اینا. ولی خب یه جای دیگه واقعا به اینجا میرسیم که دیگه با سیستم خودش بتونه خودش رو برگردونه دیگه. مثلا ما گفتیم که مدل فایروال فعال کردن، یه سری دستی یه سری کارا کردن، ریست دادن و اینجا. مثلا دیگه گام آخرش دیگه اینه که مثلا بیاین این کارا بکنیم که خود سیستم اگه این که حالا هر جوری مثلا لود رفته بالا دیگه، یه جای دیگه ما لود رفته بالا و دیگه واقعا کاری نمیتونیم بکنیم، همه کاری که قبلی رو گفتیم همه رو انجام دادیم
و اینجا واقعا نیازه که یه سیستم دارید به صورت اتومات خودش این کارا رو انجام بده، خودش وارد عمل بشه، یه سری جواب بده، یه سری دراپ بکنه که بتونه سیستم مقاومت رو داشته باشه و به اون پایداری سیستم کمک بکنه. و آره بنظرم یه سری استپا باید قبلش بریم که تو به اینجا برسیم که بعد تهش بگیم که حالا من یه سیستم میخوام که دیگه اتومات خودش یه سری کار رو انجام میده و اینجا گام میشه احتمالاً. دقیقا. و این لودشدینگ دقیقا اینجا به درد میخوره که ما سرویسی حالا یه سری API داریم که داریم به یه سری B2B هایی و اونا دارن کار میکنن و یه لود کاملا صحیحی داره میاد، نه اتکی هستش که ما بتونیم با ریت لیمیت جلوشو بگیریم، IP ببندیم اینجا، نه ریت مثلا خطایی وجود داره، همه چی ساکسس داره جلو میره، ولی یه لود بیش از اندازه و میدونیم هم که این لود بیش از اندازه تهش هم میرسه به اون سرویس های پایینی، همه چی رو افکت میکنه، لایه دیتابیس رو افکت میکنه، کشی که داری رو افکت میکنه، کانکشن هایی که داری، همه چی رو به هم میریزه. و اینجا نقطه ای میشه که دقیقاً لودشدینگ میاد وسط و خیلی میتونه کمکمون بکنه. و یه مورد دیگه هم که خیلی دوست دارم اشاره کنیم اینه که کانفیگ هایی هم که کلا ست باید بکنه از سر تایم اوتشون، سیرکتشون، همه اینها هم خیلی مهمه که همه اینا تیون شده باشه. یعنی شما اگه سیرکت میذاری ولی مثلا 10 دقیقه است، یه ربع داره سرویست فیل میشه و سیرکتت هم باز نشده، خب نذاشتنش بهتر از داشتن یه همچین شکلیش هم هستش. و یه جوریه که خلاصه باید بگیم که همه چیمون باید به همه چیمون بیاد، یعنی همه چی باید تیمو شده و دقیق از سر قضیه تا ته قضیه باشه. آره و این خیلی جمله درستیه، چون مثلا ما میگیم که وقتی بالا وارد این مایکرو سرویس میشیم اون گیتوی ها رو میاریم، یه سری سرویس های پشت سر همدیگه دارن همدیگه رو کال میکنن. حالا اگه عدد یکیش واقعا درست تر نه، مثلا من یه سامپل داشتم اینجا نگاه میکردم که اومدن خیلی خوشحال رو گیتوی مثلا تایم اوت گذاشته بودن، روی اون سرویس بک اندیش هم تایم اوت گذاشته بودن. سرویس بک اندی مثلا میرفت کال به دیتابیس میزده، مثلا خیلی طول میکشیده ولی همچنان منتظر بوده که جواب بیاد. ولی مثلا رو گیتوی اومدن یه تایم اوت 2 ثانیه گذاشته بودند، خب این 2 ثانیه سر می‌کرده بک اند جواب بده و 2 ثانیه جواب نمیداده و کانکشن رو میبسته و میرفته، ولی بک اندی همچنان داشته کارش ادامه میداده چون منتظر بود دیتابیس جواب بده. اینجاست که ما میگیم که عدد خیلی مهمه، اینکه صرفا اینا رو گذاشتین حالا یه گامشه خیلی هم خوبه، ولی که عدداش همه چی باید به هم دیگه مرتبط باشه و بی عدد درست باشه. این تیون کردن کاری که باید به صورت دوره منظم انجامش بدیم و دقیقاً خیلی مهمه. دقیقاً برسات لودت باید این کانفیگار رو هی تیون بکنی، یا مثلا حتی سرویس لودی که میکشه با کانکشن دیتابیست، همه اینا باید یه چیز تیون شده دقیقی باشن که تهش باعث شه که اون رزیلینس کامل بشینه روی سیستمت. و یه نکته دیگه هم که خب خیلی مهم میشه که وسط حالا پست مورتم شما اشاره میکنن، این اولویت دادن به این بحث تسکاست. این هم خیلی مهمه که ما این حالا پست مورتم هایی که میریم و این اکشن پلن هایی که در میاریم و کلا تکنیکال دپت هایی هم که داریم رو همیشه بتونیم با یه اولویت درست بدیم، تا وقتی این کارو نکنیم قطعاً یه جای یقمون میکنه. کما که خودمون هم تجربه کردیم، خیلی وقتا این بحثا رو بیخیال شدیم، جدی نگرفتیم و یه جایی اومده یقه کرده و خب نتیجهش هم اینه که یک ضرر بیزینسی میدیم. یعنی خب یه فیچری رو میشه که یه وقتایی دیرتر دلیور بشه به خاطر اینکه رزیلینسی سیستمت بهتر باشه و بعداً یه هزینه سنگین‌تری و محتمل نشی. آره و بذار خیلی آره این زیاد اتفاق میفته و یه چیزی هم که هست اینه که یه سری آدم دیگه وجود داره که تو باید اون رو قانع کنی و بذارم عدید پروداکت بخوام رو نگاه کنم، خب اون یه سری ولایت‌های خاص خودشو داره. آره. اما همیشه این چالش رو داریم که بیایم قانع کنیم آدما رو که این بدهیای ما هم مهمه دیگه. و من هنوز خودم به شخصه به پترن نرسیدم که چجوری میشه اینا رو با هم سینک کرد و اینا که بتونیم به یه توازن خوبی توی هندل کردن اینجور مدل تسکا برسیم و خیلی دیر نشه. توی اسپاتیفای ما داریم میبینیم که یه تسکی که مثلا اینجوری بوده گفتن حالا فعلا مهم نیست، ولی بعد چند وقت، یکی 2 ماه، میبینیم که یه اینسیدنت بزرگ به وجود میاد، کل سیستم رو داون میکنه. دقیقاً. چون این فیچرهایی هم که داریم میزنیم هدفش تهش اینه که یه رشد بیزینسی اتفاق بیفته دیگه. اگه شرکت‌های رقیبی وجود داره بتونیم یوزرها رو مثلا بکشونیم سمت خودمون. خب این یوزر کشوندنه لود رو سیستم ما، و اگر هم که این رزیلینسی و کلا بحث‌های این شکلی رو نریم سمتش، اون فیچرها عملاً
خودشون تهش یه جای ضررده بدی میشن به سیستم ما، جای اینکه اون سودایی هم که داشتن حتی یه بخشیشو میتونن کلا کم رنگ بکنن. آره خیلی عالی، مرسی ازت. مرسی از شما که همراهمون بودید. ممنون میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید و هر نظر و انتقادی هم داشتین حتما با همون در میون بذارین. قطعا خیلی کمکمون میکنه تو این مسیر چنلی که داریم و امیدوارم که دوست داشته باشین این قسمت رو. بریم تا قسمت بعدی. بدرود.